میخوایم ببینیم کدومشون خوشمزه تره، آدامس قرصی قدیم یا جدید. من نمیدونم ولی خب جفتشون خارجی یا نمیشه ایرانی. 3 تاشون خارجی. جفتشون هم این هم این. خارجی نیست، روش فقط خارجی نوشته. خارجی نوشته. خب اینجا هم خارجی نوشته دیگه. اینم خارجی. بچه باید طعمشون رو فکر کنم فرق میکنه، که رنگش فرق میکنه، طعمشون هم فرق میکنه. من فقط همین رنگای قرمز و زردش بود. همیشه رنگش نبود. قرمزش همیشه همینجوریه. همیشه همینجوریه. آبیش نبود. همیشه همینجوریه. چی همیشه همینجوریه؟ همیشه همینجوریه، فقط همین دوتا رنگه. خب یه ویدیو طولانی نکنیم. خب اول کدوم شروع کنیم؟ اول بیا از قرمز شروع کنیم که با این یکیه. تو اون یکی رو باز کن. نه اینو من میگم. اسکول لاش. تاتو شقا. من اینو میزنم. بذار بهش نشون بده. نمیخوام. خب به دوربین نشون بده. اسکول. برعکس گرفتی. فیله. نمیدونم. دایناسوره. روش رفت. ببینم چرا اینجوری شد. میخوای قیش بیارم؟ نمیخواد، قیشی داریم اینجا. اینهاش روش اینجوریه دوباره. اینجوریه. توش چند تا داره؟ منو دسته اولش فکر کردیم که اینا کلش تاتو. خب این یه دونه برای تو، اینم برای من. خب این تمام شد. خب اینم برای تو. اینو نصفش کنی؟ نه دیگه دو تا داریم. اسکول. این قرمزه. خب جفتش قرمزه. اون زرده. کسخل داداش، پوشش پوستش نگاه کن. اینهاش یکی هم هرچی باشه بخیر کن. خب حالا این نخور فعلا. دارم بازش میکنم. عالیه بچه ها. اینم رنگشه. دوباره این نعناییه. میخوانی؟ آره بچه این نعناییه. چه عجب بالاخره اینو شیرین نیست. اینو من میزنم بچه. واسه خب نشون بدن. اینم این چی بودش اسم کارتونه؟ نمیدونم. تو بچه بودی منو تو میشستی. من چه دختری هم نمیدونم اسمشونو. خب برای تو هم گذاشتم. خب این همین. من اول فکر کردم مثل شکلات. مثل مثلا چیزهای دیگه تخته. این صافه. یه تم دیگه است. این تم گوهیه فکر کنم. این نعناییه. نه این نعناییه. آره ببینم. این بلوبریه. آره بچه ها این بچه این همین شکلیه. تاتوش چه بالاخره. اینم دخترونه است. شرکت اینا حوله. شرکت آدامس قرصی حوله. شاید زن باشه. خب شاید مرد باشه. باز کنم. خب زرد. این خب اولش کدومو بخوریم؟ اینو باز کن. اولش بیا عادیه رو بخوریم. این بیا یه گاز بزنیم. بعدش آخرش ما هم دیگه قاطیشون میکنیم. آره. خب نصفه بخور. کدوم خوردی؟ این تو عالی هست. نه یاد کلاس اولم میافته. مام بزرگم همیشه واسم از سر کوچمون آدامس قرصی میخرید. در منم میخرید. این اصلا خوشمزه است. خب بس دیگه زیاد نمیجوییم. خب بیا اول این نعناییه رو. نه این بلوبری. با اجازه. بلوبری. چه سفته. خوشمزه است. عالیه. این کدوم میشه؟ مثل این خوشمزه تر از همشون.
خب حالا این ناناییه. و نخور خب. بچه این طعم بلوبری میده خدایی، هم که الان خوردیم آبیه طعم بلوبری میده. اونم که طعم آدامس خواستی که همه خوردید نمیتونیم بگیم این ناناییه. موزیه رو خوردیم. موزیه عالیه. موزی من ایناش من همین نخوردم. موزی که هم موز میده. من همین موزی من نخوردم. خیلی خوشمزه. روش من اینا رو یه جا میذارم. اولش میخوری طعم سقز میده. سقز؟ سقز چیه؟ بش نخوردم. شور میشه. موزی؟ نه نایش. نه. موزیش خیلی بدمزه است. نه خیلی خوشمزه است. نه بدمزه. همشون خوشمزه بود همشون خوشمزه بود به جز نانایی. نه نانایی بیشتر خوشمزه تر از همه بود. خب حالا اینا رو لقمه میکنیم. اینجوری لقمهش کن. طبقه به طبقه. اول خوشمزه ترین اونم بلوبری، موزی، نانایی. دهان باگ میکنه. کسخون اینا اون خوردی؟ جدی؟ فلان قاطی نشده. بود کردم. من قاطی میکنم تا حل بشه. بچه خیلی شیرینه، هم دارم حالا به هم میخوره. نه اون قدم شیرین نیست. بعد نه سبز شده. نمیتونم نشون بدم. باز کنم. خب تا ویدیو بعدی اینم از درش بیام. ویدیو یوتیوب بعدی هفته بعده. ما یه ویدیویی گرفتیم دستمون خورد، ویدیو کلا پاک شد، اومدیم درستش کنیم، ادیت مورد نظر ادیت هامونو بزنیم، دستمون خورد پاک شد و دیگه سر همین ویدیو رو هفته بعدی میذاریم. شاید شنبه بذاریم، شاید یک شنبه، حالا نمیدونیم کی، ولی میذاریم. ویدیو بعدیمون هم بگم در مورد چیه. ببین بچه‌ها اینستا با یوتیوبمونو 5 شنبه میذاریم پست. خوبه؟ میخوای 2 روز در هفته بذاریم؟ نه یه روز هم 2 روز باشه. پس چهارشنبه شب. آره تا ویدیو بعدی. خدافظ.